الهام محمدزاده معاون رئیس نویه جبهه رسول با گرفتن پوره به مبلغ 4000 سومونی گناهگار شده است، ولی خودش از حکم دادگاه روزی نیست و به هزینه بولوی شکایت کرده است. سفر سلیمزاده رهبر تازه تعیین سردار اگنتی ضد فساد تاجیکستان در ولایت سوق گفت الهام محمدزاده معاون رئیس نویه جبهه رسولوف و در یک وقت عضو کمیسیون قانونگردانی دارایی‌های حکومت نویه مذکور از شهروند باتور توسماتوف به صفت پوره 4000 سومونی گرفته است. به گفته او این مبلغ برای تصدیق لایحه کاری مرکز خدمت رسانی و من بعد به نام توسماتوف حجتگذاری نمودن آن روزهای 15 ایون و 11 ایول سال 2023 به الهام محمدزاده داده شده است. طبق اطلاع سلیمزاده نسبت به محمدزاده با ماده 319 قسم 1 کدش جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. بعد اتمام رسیدن تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیبدارکنی برای مهیتاً بررسی نمودن به سود ارسال شده است. با حکم سود نویه جبهه رسولوف نسبت الهام محمدزاده جزا در نمود 248000 سومونی جریمه تعیین شده است. در همین حال الهام محمدزاده از حکم سود راضی نیست و به هزینه‌های کاساسیونی شکایت کرده است. او ضمن صحبت با از پلوس گفت در گوشه خیالم نبود که در بیرون به دست من 4000 سومونی داده مرا به دست مقامات ضد فساد می سپارند. روز 19 فوریه سالم به 56 رسیده است. با ابرو از حکومت به نفقه برآمدنی بودم. از این روز سیاه نمی شود. 2 هفته پیش با حکم سود نویه جبهه رسولوف مرا برای پرداخت 248000 سومونی جریمه و به مدت 1.5 سال محروم از کارهای دولتی وظیفه دار کردند. من از حکم سود نویه جبهه رسولوف نوروزی شده به سود کاساسیونی شکایت بردم و حالا جواب سود ولایتی نآمده است. اگر سود ولایتی هم حکم را به تغییر ماند به سود نظارتی شکایت میکنم، افزود احمدزاده. روز 19 فوریه سال 2024 در صحبت با از پلوس الهام محمدزاده اول تصدیق کرد که حالا هم به صفت معاون رئیس نویه کار میکند و بعدا ذکر نمود که از آژانسی ضد فساد مکتوب دستوری خطی برای از وظیفه آزاد کردن اومده است. حالا دقیق نیست که او از وظیفه آزاد شده است یا نه. یادآور میشویم که در ولایت سوق دوام سال 2023 419 جنایت کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره یک سال پیش 36 حالت کم است.